برابرتی سابق مخالفین در ما وقت عطا میگفتیم داملا سید عبدالله نوری معروف شادروان ساعتهای طولانی بود صحبت اولین ما. شاید در همان زمان بسیار حوادثات بسیار خطرهایی بودند در گرد اطراف دولت تازه استقلال تاجیکستان که ما خودمان درک نمی‌کردیم. بعضیش می‌خواست ایدئولوژی خودش را به سر ملت ما بار کند. همین تردیم برای گمان کردن قیمون نکردن راهمانشان می‌کنند. دیگرش یراق ماندند. سیومش در جستجوی پراکنده کردن فرو بردن دولت تاجیکستان بودند. پارچه کردن. در همان صحبت در آخر صحبت من همین اندیشه را بیان کرده بودم. در یکی از سخنرانی‌های خودم تکرار کردم. گفتم داملا اگر امروز ما شما مسئولیت را بر دوش کنیم نگرفته مسئولیت اگر به شرط ما بر دوش نگیریم ملت را سرجم نکنیم. ملت اولش که پراکنده گشته ایستاده است پراکنده بشود. دویمش که دولت تازه استقلال تاجیکستان از هستی کره زمین نیست میشود. ما شما در تاریخ ملت تاجیک همچون ملت کش باقی میمانیم. عصر به عصر نسل‌های ما شما را کسی نمیبخشد. همین خطر وجود داشت. بودن دایره ها و دولت های در پی کار میبردن حتی روی راست کار میبردن در باره تقسیمات از بین رفتن دولت تاجیکستان کوشش میکرد. کسی که از همین روند صلح تاجیکستان یا ناباوری یا چی بگم پشیمانی دارد و نور ایمان ندارد. ایمان ندارد.